روز 12 دکبر سال روان در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و در زمینه شرطنامه همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و روسیه در قصر فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر فستیوال لیمو و نمایش محصولات صنعتی ولایت برگزار گردید. در فستیوال رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده، نمایندگان ولایت آمسک فدراسیای روسیه و دیگر مسئولان اشتراک داشتند. نخست مهمانان را با عرف و عادت تاجیکانه نان و شیرینی و شعر و سرود پیشواز گرفتند. سپس رئیس ولایت مهمانان از فستیوال لیمو دیدن کردند. به خصوص رئیس ولایت و دیگر مسئولان درباره لیمو و حاصل خوب امساله به مهمانان معلومات داده درباره شرایط باد و هوای مساعد کشور و دهقانان اصیل ختلانی اطلاع دادند. مهمانان به صفت محصولات و حاصل به دست آمده بهای بلند داده در خصوص خریدار داشتن محصولات و نیاز به چنین محصولات در فدراسیای روسیه حرف زدند. گفته شد که چنین محصولات دوستداران و خریداران زیادی را دارد و آماده است که وابسته به صادرات چنین محصولات مساعدت نمایند. بعداً رئیس ولایت با مهمانان از نمایش محصولات صنعتی دیدن کرده از شخصان مسئول و کارمندان کارخانه‌های صنعتی درباره کارکرد محصولات، اقتدار، فعالیت متخصصان و امکانیت صادرات محصولات معلومات گرفتند.